تقریبا همه شما این روزا مهدی طارمی رو میشناسید، مهاجم 32 ساله موفق تیم ملی فوتبال که درخشش خودش رو از کوچه و خیابون‌های شهر بوشهر خودمون آغاز کرد و با پیراهن پرسپولیس از لیگ ایران جدا شد و با تلاش سختی‌های زیادی که داشت تبدیل به یکی از موفق‌ترین نفرات فوتبال کشورمون در کنار بزرگانی چون علی دایی و کریم باقری که تجربه بازی در تیم‌های بزرگ اروپایی رو در کارنامه خود دارند شد. یکی از بهترین اخبار ورزشی این سال پیوستن مهدی طارمی به باشگاه اینتر ایتالیا بود. مهدی با قرارداد سالیانه 3.5 میلیون یورو یعنی حدود 200 میلیارد تومان یا حتی بیشتر از اون هم به این باشگاه پیوست تا ادامه درخشش خودش رو در این تیم به نمایش بذاره. اگه طارمی رو دوست داری و فکر میکنی که بیشتر از اینا هم لیاقتشه، لایک کن و براش توی کامنت نظرتو بنویس.